در این درس 3 سوال کار میکنیم از یک گرافیک. به فکرم گرفته باشین سوال 8 11 و 16 از روی یک گرافیک وابستگی راهی طی کرده از وقت داده شده است و از اونجا 3 نمونه سوال پرسیدگی هم. بیاین از یکمش سر کنیم. سوال 8 است. این در ما چی داده شده است؟ گرافیک وابستگی راهی طی کرده از وقت. دو جسم حرکت میکنند. حرکت اینها منتظم. منتظم چی است؟ یعنی در وقت‌های یک خیلی یک نمودی مسافه رو طی میکنند. یعنی در 1 ثانیه 10 متر رو طی میکنند. در 2 ثانیه 20 متر رو، یعنی یک خیلی طی میکنند. این وزن میشه. بیاین کنیم صورت جسم دوم رو یابیم. جسم دوم این است. صورتش رو برای یافتن ما چی میدونیم؟ فرمولا به چی برابر است؟ راهی طی کرده به وقت. حاضر اکنون من باید یک نقطه رو انتخاب کنم و در اونجا کوردینات راهی طی کرده وقت رو تقسیم میکنم و این به من صورت رو میده. کدام نقطه رو انتخاب کرده میتونم من این رو انتخاب کنم، یعنی نقطه آسان‌تر رو انتخاب کنم، یعنی بین 6 و 7 نیم. مثلا 6 و 6 کوردینات این نقطه چی است؟ وقت 6 و مسافت 6، یعنی 6 تقسیم 6 میشه و این به من چی میده؟ 10 متر ثانیه. یا اینکه شما میتوانید این نقطه رو انتخاب کنید. در این نقطه هم بوتون آمدگی رقم ها، عدد ها 10 ثانیه 100 متر رو طی میکنه و باز همین خیلی حساب کرده میتونیم 100 تقسیم 10 یعنی 10 متر ثانیه است. این است که ما سرعت رو میابیم از روی گرافیک. دوام کنیم. اگر با همون گرافیک داده شده است از ممکن در 6 ثانیه اول ثانیه اولی حرکت جسم یکم نظر به جسم دوم چند مرتبه زیاد راه طی کرده است. یعنی میابیم در 6 ثانیه میبینم جسم دوم 60 متر رو جسم یکم باشد این 120 یعنی طی کرده است. و از اینجا چی معلوم میشود؟ 2 مرتبه راه رو جسم اول نسبت به دوم 2 مرتبه راه رو طی کرده است. یعنی 120 به 60 2 مرتبه است. تقسیم کنیم 2 میلیارد. دوام کنیم. سوال 16 در رسم با همون گرافیک داده شده است. اکنون از من چی میپرسد؟ صورت جسم یکم از صورت جسم دوم چند مرتبه زیادتر است؟ یعنی گرافیک یک خیلی است. ما در سوال 8 کار کردیم. مثلا برای جسم دوم صورتش رو گفتم. در 6 ثانیه بیایم همین کار رو باید کار کنیم. جسم دوم به دومانا این 60 متر رو در 6 ثانیه تقسیم 6 میکنیم برابر 10 متر ثانیه میشه. به همین وقت هم صورت جسم یکم رو یابیم. و یک جسم یکم یعنی معنی دارد 120 تقسیم 6 از اینجا با چی برابر میشه؟ 20 متر ثانیه. و از اینجا معلوم میشد که صورت جسم یکم از صورت جسم دوم 2 مرتبه 20 متر ثانیه 2 مرتبه یعنی زیادتر سرعت دارد که این چی رو ما هم در وای دیدیم. در راهی طی کرده هم 2 مرتبه بود. چیزی که دیدیم بین خود وابسته اگر حرکت شما منتظم باشد.